سلام، امیدوارم خوب باشه. این دفعه با یه سری مجموعه ویدیو هم دیگه در خدمتتون هستم که میخوایم با هم یه سری اصطلاحات اینجور چیزا رو یاد بگیریم. حالا بعضیش به عنوان شورت هستش، بعضی حالا تفصیل بیشتری داره. از این دسته میخوایم با هم دیگه برای سلام کردن یا همون واژه درود تو زبان فارسی ببینیم تو زبان پرتغالی چیا گفته میشه. خب ما با یه واژه روبرو هستیم به نام اولا. خب این همون سلام خودمونه، یا مثلا من بخوام دیگه به زبان فارسی اصلی صحبت کنم همون واژه درود هستش. دو تا واژه دیگه دارم، یه واژه اوی، یه واژه ویوا. خب از لحاظ معنایی اولا معنی هلو میده، اوی معنی های میده. خب حالا از لحاظ معناییشه. ما تو زبان پرتغالی برزیل به راحتی از واژه اوی میتونیم استفاده بکنیم به عنوان همون سلام، یعنی راحتی، هیچ مشکلی باش نداریم. ولی در زبان پرتغالی اروپا ما از این واژه استفاده نمی کنیم، یعنی هر چقدر هم صمیمی باشیم استفاده نمی کنیم. حالا از لحاظ لغوی حالت فرمال و این حالت اینفورمال بود. کلا ما تو زبان پرتغالی اروپا از واژه اوی استفاده نمی کنیم. و اگه حالا یه دونه اونجا کسی به ما واژه اوی استفاده کرد، بالای 90% چیه؟ برزیلی هستش. خب حالا من بخوام اگه صورت اینفورمال تو زبان پرتغالی استفاده بکنم به عنوان سلام چیکار کنم؟ میتونم از واژه به نام ویوا استفاده بکنم. پس این میگم تو برزیل استفاده میکنم، اینو توی پرتغال استفاده میکنم به صورت اینفورمال، اینم که حالت فرمال هستش. خب ولی معمولا اگه شما دیده باشین وقتی دو نفر با هم دیگه برخورد میکنن کمتر از واژه سلام استفاده میکنن و از واژه‌هایی مثل صبح بخیر، روز بخیر، عصر بخیر یا شب بخیر یا همون شب خوش استفاده میکنن یا ترکیبی استفاده میکنن. سلام روز بخیر، سلام عصر بخیر، سلام شب خوش یا شب بخیر. حالا معمولا پس ما بیشتر از اون واژه‌ها رو استفاده میکنیم که بهتر اونا رو هم یاد بگیریم. معمولا بین ساعت 6 صبح تا ساعت 12 ظهر ما از واژه‌ای به نام تو زبان پرتغالی برزیل بونجیا و تو زبان پرتغالی اروپا از واژه بوندیا استفاده می‌کنیم. خب که معنی صبح بخیر یا روز بخیر رو میده. از ساعت 12 تا 1 تا ساعت 19 یا 20 از واژه عصر بخیر یا گود افترنون یا گود ایونینگ که تو زبان پرتغالی برزیل میگیم بوا تارجی و تو زبان پرتغالی اروپا میگیم با درد استفاده میکنیم که با خیلی تون بگم با درد یا با تهجی به اینجوری یا با ترجی که اون آره رو که قبلا بهتون توضیح داده بودم به چه صورت هستش. از ساعت 19 تا 20 تا ساعت 24 ما از واژه شب خوش یا شب بخیر تو زبان پرتغالی برزیل بوا نویچی، تو زبان پرتغالی اروپا بوا نویت استفاده میکنیم. خب که معنی همون شب بخیر یا شب خوش رو میگه که حالا لزوما هم نمیخوایم تو تخت خواب بخوابیم دیگه، حالا مثلا اون خوش آمدگویی شب بخیر هستش که ازش استفاده میکنیم. از ساعت 24 به بعدم خب دیگه حالا نسبی دیگه، بعضیا شب بخیر بعضیا صبح بخیر استفاده میکنن، ولی سه واژه اصلی که خدمتتون گفتم به این صورت بود که حالا شما میتونید سلامم با اینا استفاده کنی. مثلا بگی چی؟ اوی بونجیا یا ویوا بوندیا. بیاین میتونید چیکار کنید؟ استفاده کنید. این یه سری از واژه‌هایی برای بیان سلام، روز بخیر، صبح بخیر، عصر بخیر و شب خوش یا شب بخیر بود که خدمتتون گفتم. امیدوارم براتون مفید باشه. خیلی ممنون. ابراز بیجینیوش.